Держите его, убежал! بینالم به درگاهت کردگار بدین کار این بنده را پاسدار عدوی است اما همه مهری من به جنبت بشرم آورد چهری من گمانی برم این نبرد جوان پوری من بود از خطا الامان همان زور خواهم که از آغاز کار به من دادی ای پاک پروردگار زنامی پاک نکدا می آدم به هر منزل رسد پیغام می آدم. Это первый его самостоятельный проект. Извините. Большое спасибо. من زاور بخته رستمویچ سال تولدم 1936 18 آگوست شهر مخچکله داغستان یک ساله بودم ما را با پدر مادر ایران فرستادن گفتم بابای شما از ایران است چی دارد نمیدونم اما 48 ساعت با ما را فرستادن ایران با پدرم یاش مادرم یاش با برادر بزرگم رؤوف 3 سال از من کلانتر بودن ایران اومدیم و 1950 سر برگشتیم بچگیم در اینجا در دوشنبه من اوی مدل سپورت میگویند مدل های تیاره میکنند 1953 من یکم بار قهرمان شدم یعنی در رشته پلانریزم پلانر من که قریب 4 منوت 4 دقیقه اینجا پرواز کرد و جای یکم هم داده بودم یعنی قهرمان حساب کردم 57 سال در سن پتربورگ جای هفتمی گرفتم چون که مدل من شکست اما معلوم شد که مدلی که من ساخته بودم موتورش برای موتورش بک ساخته بودم در دنیا همین خیلی بک نبوده است همه این بک‌ها رو از فلز میکردن که وزنش یک 60 گرم 70 گرم میشد و درونش وقتی موتور کار میکند هم خیلی میشد که هوا میغلطید کربوراتور موتورش گاهی نقص کار نمیکرد اما من پوفک گرفته درونش گروش ریختم و موتور وصل کردم هوا رو برآوردم سمالت مدل چخیل پرواز میکرد موتورش راست کار میکرد ساز کار میکرد من صنف ششم که تمام کردم اینجا مرا از کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان مرا فرستادن به شهر ایوانوو در اینترناتی اینترناسیونالی در ایوانوو چند سال گذرانده بود آقای زاور اینترناسیونال دوم اونجا با فرزندهای همون کمونیستایی که رهبران پارتیای کمونیستای دنیا یا صغیره ماندند یا همون اونایی که هلاک شدند در اسپانیا در همون جنگ داخلی و فرزندانشون صغیره ماندند اونها رو می آوردند القصه از ملت‌های گوناگون در همون شهر ایوانوو همون اینتردوم با کلان شدنش و در یک محیط همکاری و هماهنگی و یکدیگر به کمک رساندن و آزادی‌خواهی و القصه همین البته با فلسفه جهانبینی آقای زاور خیلی تاثیر رساند.
بعد از مکتب رفتم دانشکده هواپیمایی مسکو، مائی میگد، مسکو اویاسیون اینستیتوت. مرا قبول نکردن، گفتن شما از ایران اومدید، کاتدرای راکت مخفی است، زسکریشنی برای نمیشد. برای دوشنبه اومدم. در دوشنبه یک بابای داشتیم، بابای سیروز بهرام. مهربان نظرов پدری دومم. بعدا معلوم شد که زاور رو با کیناستودیا هم اینو تصادفی یکدیگر دیدگی در خانه سیروس، یک استاد سیروس ایرانی بود همونجا به شناس شدگی و از اکای زاور پرسیده که شما چیکار میکند و میگوید که عکس برداری میکنند. بعد گفت است ممکن یک کیناستودی شما را دعوت کنیم. همین قطعه و یک کیناستودی به فرستاندگی. ما چند ماه اسیستنت کار کردیم، اسیستنت اپراتور. لیکن یک اپراتوری که بود محمدکول عربوف، وای قطعی چی شده بود که بچه ها یگان کس کار کردن نمیخواستند، میگفتن و عصبی میشد، جیغ میزند. بعد من خودم رفتم نزدش، گفتم که محمدکول من شما قطعی میتونم کار کنم، چی در کار شما گویید که بعد گپ زیادی نشود. و گفت هیچی در کار نیست، فقط کامera لوگو سکوند بود تیار شد برای شما که تب تازه شود، اکومولاتورش شارژ داشته باشد، پلانکش نوارش چون وقتا نوار قطعی بود، نوار 300 متری باید بود، ما 30 متری یا 60 متری یا 120 متری کس پر کنیم. و هم خیلی شد که ما با وای چند سالها کار کردیم و یگان گپ نبود. و میگن که اگر مکتب یک معلم داری، در کیناستودی بهترین معلم من محمدکول عربو بود و خیلی نازکی سینما رو از وی من آموختم. Да, друг, много газеты писали о вашем кишлаке. У тебя в Душанбе кто есть? Никого. Ну и что же ты собираешься дальше делать? Не знаю. در سسر یک دانشکده بودم بگیگ، اپراتورسک فاکولتت وارد شدم. اپراتورسک فاکولتت هم زاوش نکرده بودم. من رفته عرضه نوشتم، همین مکتب دانشکده در غایبانه تموم کردم. اما سیوم کورس بودم که من یک سوژتی گرفتم درباره головной گس. اونجا یک کران کلانی بود، بلندترین کران. بالاش رفتم، از بالا استرلکا 30 متری استرلکا بود. از کنار استرلکا یک پانوراما کلانی گرفتم، هم برای دوشنبه هم برای مسکو نوستدنیا. اما بعد از یک هفته کار میبینم که من دیرکتور دعوت میکند، دستم یک تلگرام میتید از مسکو. За отлично снятый сюжет головной ГЭС объявит кинооператор Заур Дахте благодарность Центральной студии документальных фильмов. Гучибай гутун намедона. بعد از یک هفته و ژورنال اومد تماشا کردن، فهمیدن که وای منتاژور تاجیک فیلم که کرده بود و پانوراما هیچ اهمیت نداد، یک تیکش نیم متر استفاده کرده دیگر پرتافته بود. اما وای پانوراما گرفته، همه اینفرماسیون سر این دادن، کوتاه معنیش فهما، برای این گفتن بهترین سوژه. برای این دیرکتور کیناستودی ما اسیستنت که بودیم گفتن приказом киностудии «Таджик фильм» присвоить звание кинооператора третьей категории. А мы хрему оператор шудим. Яком полнометражный фильмман бохури дар масҷиди кӯна буд. Онқадр ман таҷриба мумкин надоштам, аммо филмбардорам бояд як ҳунар худаш нишон диҳад, на ки фақат камера қатӣ. مثلا اونجا باید اسب سواری کنیم، با اسب سیام کنیم. برای این سهرا از ساعت 6 تا 7 من اسب سواری میکردم. یاد گرفتم از دویده از زمین مثلا گیرم، یا یگان چیز دستم میگرفت که به دست حرکت کنم که دست تکان نخورد، عادت کنم. وقتی اسب میپرد چی میپرد
که خودم میزان کرده اینا رو یاد گرفتم چون که ترکاشا بودن و یاد میدادن. یک حادثه دیگر هم بود ورتالیوت. ما تعیین کرده بودیم تاش باید بود یک لوک باشد پلومیات نرود. اما دیگر ورتالیوت آمد. مجبور شدیم که از بیرون بالا 60 شینه انجا دستم کامera گرفته بعد حس کردم که اپور میگن نیست نمیشه آدم خودش نگه دارد. بعد یک تناف گرفته همه پا بسته خودم بسته 60 که توانم محکم شینم همه کردیم تا بلندی 5100 رفتیم بالا شروع کردیم. پایین از قریب 40 درجه 38-40 درجه بالا قریب 10-15 درجه پایین تر از صفر. بچه ها را برای دانشکده واردشان تیار کردن. همین یکمیش خود دولت خدا نظرف آمده بود. یکم می بود یادم است. از تابستان 59 با تابستان 60 در طول همین وقت ما رفت آمدهای زیادی داشتیم. چگونه صورت ها باید گرفتن در کار، چگونه مشق ها رو باید کردن در کار، کدام از صنعت و از تاریخ و خیلی سوال میتوانند پرسان کنند. از من کمی بروقتر رفت به مسکو امتحان سپردن و بعدا من آمدم و در جریان امتحان سپردنم برای داخل شدن به انستیتوت کینماتوگرافی اکوی زاور در پهلویم بود. بعد آلیک ابراموف همسایه ما بود. حاضر وای آلیک ابрамов مثلا در телевидении Нью-Йорк НТВ کار میکند. Когда-то очень много лет назад, будучи практически мальчишкой, я посмотрел картину «Встреча у старой мечети». И смотрел ее много раз после этого, и один, и с одноклассниками своими, и с друзьями. И это было мое заочное знакомство с Зауром Рустамовичем Дахте. Потом я с ним познакомился лично. Тогда по малолетству он для меня был дядей Зауром. И мне очень повезло в жизни встретить такого человека. Мне по-настоящему везло в жизни несколько раз, серьезно. И вот это был первый очень серьезный поворот в моей судьбе. Заур Рустамович удивительный человек, удивительный оператор и одаренный семьянин, скажем так. Мое увлечение фотографией благодаря Зауру Рустамовичу переросло в серьезное исследование этого искусства. А потом пришел момент, когда Заур Рустамович дал мне почувствовать, что мне нужно двигаться дальше, что мне нужно расти. И я был у него ассистентом на первой моей картине. Если я не ошибаюсь, это была картина «Отважный Ширак». Многому я у него научился тогда. Делал ему некоторые проблемы, как говорят сейчас, в силу своей молодости и неусидчивости. Но это тоже были уроки. Но никогда, ни в коем случае не слышал от него в упрек громкого назидания или ругани. Это вообще удивительно мягкий и интеллигентнейший человек. عبید خمیدو چون وقت دیرکتر بود و التماس کرد پسر من گیرید که اپراتور شود و حقیقتی مسکو رفته امتحانات داده من حاضر بهترین оператор در Польше حساب میشه. Заур Рустамович, огромный вам привет из Польши. Вы, наверное, удивляетесь, кто привет передает.
А я вам сейчас напомню. У вас есть такая фотография? Узнаете, этой фотографии больше 30 лет. Вот вы, здесь как главный оператор художественного телевизионного фильма «Легендарный Достон». Режиссером была Маргарита Касымова, а этот вот мальчик – это я, ваш ученик, ваш ассистент Окил Хамидов. Я, Заур Рустамович, продолжаю нашу профессию. Как оператор здесь уже в Польше снимаю художественные фильмы, телевизионные сериалы. Все, что вы меня научили, я до сих пор пользуюсь этими приемами, и как вы свет ставили, я помню, и как рельсу, тележку, с руки, как вы снимали, все, что вы меня учили, это все пригодилось. Большое вам спасибо. Я, как видите, до сих пор пользуюсь и даже передаю это знание ученикам. У меня сейчас тоже ученики, и все, что вот вы меня научили, я теперь учу их. فیلم رستم و سهراب هم همین دولت رو سر کرده بود. لیکن چی شد که بعد کیمیاگرف تلفن من بکرد آقای زهور من میخوام که فیلم شما دوام تید. وقتی که فیلم رستم و سهراب گرفته بودیم فستیوال عمومی جهانی از فرانسه مرا به صفت اعضای ژوری دعوت کرد. ما در اکسپدیسی بودیم در روسیه، در همون طرفای ادیسا، همون قلعه رو سیمکا کرده بودیم. بعد وقتی که مسئله برداشته شد که اگر من روم چی می شود، در طول 10 روز من نبودم. اعضای ژوری که فستیوال در گرینوبل. بعد من با استاد کیمیاگرف پیشنهاد کردم که من از آقای زهور خواهش میکنم همین 10 روزه میباید به جای من سیمکا میکند. با باریس کیمیاگرف بعد از این ما همین چلاک بینید کش 5 سری سیوم کرده. Ребята, склад сорвало. Крепче, крепче. Держись! Держи его! Цепь сделаем к нам, в наши палатки! Цепь! Цепь! اگر آقای زهور نمی بود درباره بالرین بزرگ تاجیک ملکه صابرова
اونقدر خبری نمیموند و از یاد مردم میگذشت. به صفتی که این اپراتور همین رو به نوار گرفت که و توانست مهارتش را، شخصیتی حقیقتا رقاصی بزرگ را تا امروز یعنی تا نسل‌های آینده رساند. یکمین کنسرت در تئاتر اپرا بالت نشون دادن. من به گفتن که سیومکا کنم. یک گروه که اومده بود از سن پتربورگ و حتشاتن کنسرت میدادن که من اون وقت ملیکا رو دیدم چقدر مابین همشون و یک ستاره بالین معروف میشد. وقتا گذشت کجا میرقصید من دقت میکردم که یک سیوم کنم، ارخیو جمع کنم. بعد مصلحت کردن که ملیکا من میخوام کار دیپلمی کنم، من میخوام درباره شما فیلم سازم. نه زور نودوب نه، یعنی شرم میکرد، خجالت میکشید. گفتم چی نودوب میرقصی رقاص هستی باید ما ندین آدم بیان. نه پاتوم. من گفتم ملیکا در دنیا همین خیلی است که هر کسی یک چیزی از خودش یادگاری میموند. مثلا ارکیتکت در یک خانه قصر میسازد که سالها میگذره میگن فلان کس کردگی، یا رسام یک رسم میکشد. ام بالرین چی؟ خیلی ملیکا хорошо танцевал میگن. ام چخیلی хорошо танцевал یعنی چی معنی؟ چخیل بوده است. این فقط کینو میشد نشون داد. سالها میگذرد آدما میخوان ببینن که ملیکا کی بوده است. میبینن چخیل میرقصیدی. و خندید گفت خیلی شما راضی کردید. فیلم برداری چی است؟ فیلم برداری که میکند خیلی چیزا وابسته از فیلم بردار است. کارگردان مینویسد سناریوی قضیه، اما باید آدم همین خیلی نشان دهد که کسی که نگاه میکند فهمد. اما ورتالات که میگیری اوجه از بالا میگیری. حاضر درونا هست من میگم اون وقتا نبودن که این چیزا استفاده کنیم. مثلا درباره یوری برانوف قهرمان هم تاجیکستان هم شوروی هم دنیا بود، 50 چند کرات نه. اما درباره و یکم فیلم نبود. یا ملتش روس بود اهمیت نمیدادن یا چی بود نمیدونن. اما من میگفتم سران کجا بوده باشد این قهرمان که میشد اونجا برق تاجیکستان بلند میکنن، نام تاجیکستان میبیارن. فیلم یک هفته فیلم گرفتم. اونا از 4000 میپرن، از زمین میگیره یک معده چه دیده میشد، چی خطرناکی دارن، چی وزنی دارن، اینا رو نمیبینی، هیچ نمیکند هیچ کی. برای این گفتم منو میپرم پاراشوتی که نزدیکتر بینیم ما را. مثلا یکم پریشم کامera سرم مونده کلوچی کرده پریدم، من از سمالت میپرم، همین سمالت دیدمش که رفت. بعد از اون میپرد پاراشوتیست مایده فیگور میبیاد نزد من دستان خیلی میکشم و دستای منو میگیرد. این خیلی میکند، این خیلی میچرخد، این خیلی میکند، این طرف میچرخد. بعد میرد دور، هم دست حلقه رو میگیرد میکشد، پاراشوت کشیده میشه. از زمین نمیبینی این کارا رو. یا نزد شما میبیاد میبینی و سرعت که میره خیلی اینجا هم خیلی میلرزه، زبان همش میلرزه. اینا آدم وقتی حس میکنید نزدیک که میگیرید. اگر از زمین گیرین که چرا حس نمیکنید. مثلا این فیلم که در فستیوال نشون داده، فستیوال بین المللی بود، جایزه یکم دادن و نوشتن ز افکت پریسوتستوی، یعنی آدم خودش حس میکند میبیند. چون که هر چیزاش یک مثلا یک میره از بالا میگیری که 6 کس 8 کس جمع میشن چقدر همدیگر فیگورای گوناگون میسازن. چون که اونا میپرن 2 کسی 4 کسی
8 کسی و ممکن یک 100 کس هم باشد ست که میسازند در وقت کوتاه. برای اینکه انتظار نشانتی هم خلق بیند من گفتم من میخوایم این کار کنم و گمونم فیلم بد نشد. اونجا کارها تمام شد. کیم اعتقاد کجا را رفتن. ما هم چند استودیوها دیگر دعوت کرده بودن. ما گفتیم همین دوشنبه میمونیم. خیلی کارمندا ما رفتن اما بر نگشتن، اونجا موندن. من نخواستم هم وطنی که از تاجیکستان کلان شدیم، تاجیکستان یاد گرفتیم، زندگی کردیم، نان خوردیم، آب شیرینش نوشیدیم، پرتافته روم. من گفتم همین آدمی که کجا ریشه‌اش موندگی همونجا از ریشه‌اش آب نوشد و زندگی کند بهتر است. برای او فرقی ندارد کدام ملت. از این سبب همین تاجیکستان برایش یک وطنی اصلی شد و هم امکان می داشت که دیگر جاها رود. لیکن یادی ندارم که یگان وقت همین خیلی فکری با وجودش آمده بود. یگان وقت اون وقتا میگفتن پیک کمونیسم، حاضر قله اسماعیل سامانی. اونجا رفته بودم و یکم بار من دیدم گل ادلویس. این ادلویس از کاش شنیده بودم اما یکم بار ندیده بودم. این گل در ماه آگوست میگشاید. مایده چه هست؟ گلش هم مایده نه بو دارد، هیچی ندارد، اما همه خنوکی. مثلا اونجا که ما بودیم آبگوزمه شبش آب یخ میبندد اما گل زنده میموند. گل چی گویم شبنم بر این آب میچسبه و یخ میکند و صورتش گرفتم. نمایشگاه که میشد در اونجا هم مثلا تاجیکستان میشد، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان، ایران، هندوستان، خیتای، گرمانیا، اروپا. این عکس‌ها میشه کجا که رفته بودم عکس‌ها میشه که آدم ببینند. من از کارمند سفارت بیان میبینن هموطنان خودشون میبینن که من تاجیکستان هستم، من با گرمانیا آشنا شوید یا خیتای آشنا شوید.